اومدیم با آموزش یه TNT خفن انفجاری. بیاییم اینجا. اولین TNT معمولیمون رو برمیداریم و به این آیتم نیاز داریم. یه لحظه صبر کنید. به این آیتم برش میداریم و از این شیشه ها اول TNT خودمون رو میترکونیم. TNT خودمون، بعد TNT که اینو میذاریم، بعد اینو میزنیم. فقط سمتای خونتون نذاریم. حالا این با اینو نگاه کنید فرق چقدره. دیدین چقدر زیاد ترکید؟ اگر همینجوری